سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دیگه کم کم میخوام بخش فیلم و سریال پیجم هم راه اندازی کنم که یکم فیلم معرفی کنیم، سریال معرفی کنیم. به خاطر همین گفتم قبل از هر چیز یک کلیپ بگیرم راجع به خودم، راجع به اینکه دنیای ذهنی من نسبت به سینما و سریال و اینا چجوریه و کلا چه فیلمایی دوست دارم، چه چیزایی دوست ندارم و این حرفا. محمد صفی. خب قاعدتا منم مثل هر انسان دیگه از وقتی که چشمامو باز کردم فیلم و سریال دیدم و خب جز اون دسته از انسان‌ها بودم که وقتی یه فیلمی نگاه می‌کردم دلم می‌خواست برم این فیلمو واسه همه تعریفش کنم. هنوزم که هنوز این حس توی من هست، فقط با این تفاوت که دیگه اسپویل نمی‌کنم، ولی هنوز وقتی فیلم خوبی می‌بینم حتما از اون فیلم اونقدر تعریف می‌کنم که دور و بری‌هامو مجبور کنم بشینن اون فیلمو نگاه کنن. قدیمی ترین تاثیر من از سینما برمیگرده به 4-5 سالگیم، احتمالاً که با بابام توی سینما کلاه قرمزی و پسرخاله‌ام. کلا بچه که بودم بابام منو سینما زیاد می‌برد. به خاطر یه مشکلی که توی گوشام بود و باید هی دکتر میرفتیم، بابام به بهانه سینما رفتن منو می‌برد دکتر و از اونجا میرفتیم سینما. مثلا شب‌های تهران رو با هم نگاه می‌کردیم، یه فیلم در ژانر وحشت برای یه بچه اول ساله. فیلمایی که اصلا مناسب سنم نبوده ولی خب دیگه میرفتیم سینما نگاه میکردیم. دیگه همون دوره ها بود که تازه ویدیو پلیر رو اینا آزاد شده بود، ملت میتونستن ویدیو پلیر بخرن. عموی منم تازه ازدواج کرده بود، فکر کنم حالا توی جهازش ویدیو پلیر داشتی بود. ما میرفتیم از یه آقای به اسم اسماعیل دلپاک که توی رامیان ویدیو کلوب داشت فیلم اجاره میکردیم و میرفتیم میشستیم خونه عموم فیلم نگاه میکردیم. اون موقع فیلم های تو مایه های واتاری پسر شجاع و اینا مد بود، یه فیلم های ژاپنی شمشیردازی طور. دیگه تا اینکه خودمونم ویدیو پلیر خریدیم و اون دوره دیگه دوره فیلم‌های هندی شد. مثلا عزت دار بهتون بگم، از نسل آفتاب. بعد کلا تب فیلم هندی اونقدر شدید بود که مجله‌های اون موقع همیشه 4-5 صفحه راجع به اخبار زرد بالیوود صحبت می‌کردن. اینکه این با اون ازدواج کرد، اون با اون نامزد کرد، اون از اون طلاق گرفت. ما هم همه رو حفظ می‌دیم. و یه چیز دیگه هم که اون موقع مد بود، فیلم‌های رزمی جکی جان و بروسلی و اینجور چیزا بود. جت لی مثلا، جکی جان همیشه اولش کتک می‌خورد، بعد میرفت پیش یه استادی یاد می‌گرفت و میومد انتقام بگیره، مار سایه عقاب و نمیدونم میمون مست و این حرفا. تا اینکه دیگه وی سی دی اومد و دی وی دی اومد و دیگه ما کم کم شروع کردیم به تنها فیلم دیدن. یعنی دبیرستانی شده بودم و دوره فیلم‌های ترسناک طور بود. مثلا پیچ اشتباه، کشتار با اره برقی در تگزاس، خانه موندی، یه فیلمایی که هیچ وقت هم بهم نمیچسبه. من اصلا کلا این مدلی فیلم دوست ندارم. وحشت‌هایی که با کثافت کاری و کثافت بازی و این چیزا همراه باشه اصلا بهم نمیچسبه. مثلا آدرزو توی ژانر ترسناک دوست دارم. ولی همون دوره توی همون ژانر فیلم ها یه فیلمی بود که باعث شد من اصلا عاشق فیلم دیدن بشم. تا اون موقع فقط فیلم رو میدیدم ولی از اونجا بعد از فیلم لذت میبردم. اصلا اون فیلم باعث شد که در ورود به دنیای سینما انگار من باز بشه. اره یک وقتی تموم شد، اون پایان شگفت انگیزش وقتی مغزم رو طوری متلاشی کرد، لذتی که بود اصلا وصف نشدنی بود اون موقع. به خاطر همین خیلی منتظر اره 2، 3، 4 میشدم همیشه. و پایان اره 4 اصلا یکی از رویایی ترین پایان های زندگی من. قشنگ یادم شبی که اره 4 رو خریدیم که بیایم نگاه کنیم با داییم، اسپایدرمن 3 رو هم گرفته بودیم. من نشستیم اسپایدرمن 3 رو دیدیم. بعد بابام هم خونه نبود، می‌خواستیم تا صبح فیلم ببینیم. مامانم اومد گیر داد آقا بخوابیم فلان اینورا. ما مجبور شدیم زود بخوابیم، اره رو نتونستیم. همون شب 14 تا گوسفند ما رو می‌دیدن تو حیاط. بعد دیگه خلاصه رسیدیم به پیش دانشگاهی و اون موقع یه رفیق داشتم به اسم مصطفی سنچولی. بعد مثلا خب اون موقع فلش و اینا تازه مد شده بود، هارد اکسترنالی وجود نداشت، گوشی اونطور نبود که تو بتونی بری مدرسه مثلا از دوست فیلم بگیری و چقدر گیر میدادن. اگه سی دی میگرفتن ازت، دی وی دی میگرفتن ازت، دهنت سرویس بود.
بعد ما نمیدونستیم خب چجوری با هم فیلم رد و بدل کنیم و اینا. بعد یکی دو تا فیلم دیگه راضیمون نمیکرد، تصمیم گرفتیم کیسامون رو باز میکردیم، هارد جابجا میکردیم من و مصطفی سنجیلی. یعنی اگر توی مدرسه ما رو گیر مینداختن قطعا تا سالها از تحصیل محروم میشدیم. همون موقع از مصطفی سنجولی یه فیلم میگرفتم که اون فیلم باعث شد که اصلا نگاه هم به سینما متفاوت بشه. رسیدم برای من عطر به حساب میاد که واقعا به من فهموند اصلا فیلم خوب یعنی چی، چجوری میشه از سینما لذت برد و این حرفا. به خاطر همینم توی یک ماه شاید 17-18 بار دیدمش، چون که هر کسی رو میدیدم میشوندم پای فیلمو، به زور میگفتم تو بعد اینو نگاه کنی، شوهر عمه، خاله، نمیدونم دایی، پسر عمو، آبجی، همه رو میشوندم، خودم هم باهاشون یه دوره دیگه پلاستیک نگاه میکردم. همون دوره یه چیز دیگه هم که مد شده بود گروه‌های یاهو میل بود. از این گروهایی بودن که واسه هر روز ایمیل‌های سرگرمی و خبری و اینجور چیزا میفرستادن. یه سری تبلیغات‌های تازه مد شده بودن، تبلیغات سریال. چه سریالایی؟ لاست، 24 وقت فرار از زندان، که اصلا باعث شدن تب سریال دیدن توی ایران مد بشه و همه برن بشینن سریال نگاه کنن. ولی تا اون موقع همه از تلویزیون نهایتا خط قرمز رو می‌دیدیم و مسافری از هند. من خودم اولین انتخابم لاست بود. از اون قصه و از اون حال و هوا و عکساش خوشم اومد و نشستم لاست رو نگاه کردم و اونجا بود که من برای اولین بار توی یک قصه حل شدم. یعنی بلایی سر من آورد لاست که هیچ فیلم و سریال دیگه تا حالا نتونست اون بلا رو سر. 3 days before you came down here, before we met, I heard a banging on the hatch door, shouting. But it was you, John, wasn't it? You say there isn't any purpose, there's no such thing as fate. But you saved my life, brother, so that I could save yours. No! None of this is real. Nothing is gonna happen. We're gonna be okay. I've got to go, and you've got to get as far away from here as possible. Go where? Stop! I'm gonna blow the dam, John. I'm sorry for whatever happened that made you stop believing. But it's all real. And now I've got to go and make it all go away. Wait, Desmond! I'll see you in another life, brother. عذابم داد، یعنی مریض شدم، اونقدر مریض که دیگه وقتی رفتم دانشگاه با هر کسی صحبت میکردم از اولین حرفام لاست بود و هر کسی لاست رو دیده بود میشد رفیق من. بعد هر کسی رو میدیدم ندیده به زور میشوندم، انقدر صحبت میکردم که مجبورش کنم لاست رو نگاه کنه. فقط یک نفر اون موقع یادم لاست رو نگاه نکرد که گفت من میدونم خیلی سریال خوبیه ولی چون میخوام مثل تو مریض نشم هیچ وقت نگاهش نمیکنم. اونم کسی نبود جز عزودی که تو زندگیش فقط یه فیلم، گادفادر. دیگه همون دوره ها بود که با دوست و رفیقامون می نشستیم مثلا فیلم نگاه میکردیم، راجع به فیلمامون حرف میزدیم و مثلا نظر میدادیم و اینا، فکر میکردیم که مثلا یه چیزایی بارمونه. بعد دیگه همون موقع مثل هر آدم جوگیر دیگه‌ای که مثلا میخواد فیلم باز بشه میرفتیم مثلا بهترین فیلم‌های تاریخ رو نگاه کنیم، میخوردیم به لیست فیلم‌های استنلی کوبریک، فیلم‌های اورسن ولز، نمیدونم آلفرد هیچکاک، برترین‌های تاریخ فلان. بعد می‌نشستیم نگاه می‌کردیم، نمیدونم چرا خوشمون نمیومد. احساس می‌کنم یه کارگردانی مثل استنلی کوبریک فیلماش به دردمون نمیخوره که بخواد فیلم ساز بشه، که بره دکوپاژ یاد بگیره، میزانسن یاد بگیره، دوربین یاد بگیره. به درد آدم‌هایی مثل من نمیخورد که اومدیم از سینما لذت ببریم و فیلم ببینیم، حال کنیم. مثلا من همین کلادمورد اورنج رو اون موقع دیدم، نمیدونم حالا شاید بچه بودم نمیفهمیدم ولی هنوزم احساس می‌کنم بشینم پاش نمیفهمم. اصلا احساس می‌کنم هر کسی که میگه بشین کلادمورد اورنج ببین خودش فیلمو ندیده هنوز که داره پیشنهاد میده، فقط شنیده مال کوبریک که میگه برو نگاه کن. یادم یه بنده خدایی به من گفت که همشریکین نگاه کن. آقا همشریکین دیگه سینما بعد همشریکین تموم شد. ما هم نشستیم همشریکین رو از سال 89 توی هاردمون کپی کردیم. هنوز که هنوزه من هر بار همشریکین رو پلی میکنم از دقیقه 25ش نمیتونم رد شم، حوصله‌مو سر میبره، نمیدونم چرا. اینجوری هم نیستم که بگید فیلم‌های مثلا قدیمی نگاه نمی‌کنم، نه، مثلا 12 مرد خشمگین رو دوست دارم ولی همشریکین دوست ندارم. مشکل داری ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. کلا منظورم اینه که یه سری اسم‌های گنده رو نمیپسندم، حالا اسمش هرچی میخواد باشه. تا اینکه تو همون جلسات نقد و بررسی خودمون توی همشهری جوان یه اسمی دیدم و خیلی تعریف کرده بودن از اون فیلم. منم رفتم نشستم اون فیلم رو نگاه کردم و واقعا مثل تعریفایی که میکردن بود. اصلا انگار یک دروازه دیگه‌ای برام باز شد
و اصلا نگاهمو تغییر داد و اون فیلم چیزی نبود جز ممنتو. من شاید بعد ممنتو خیلی فیلم‌های قشنگتر و خوشگلتر و بهتر دیگه دیده باشم، ولی نگاهم به ممنتو یه مدل دیگه است. اصلا یه جور دیگه دوستش دارم ممنتو. Probably tried this before. Probably burned truckloads of your stuff. Can't remember to forget you. همون موقع داگویل رو هم دیدم و واقعا متفاوت بود و خیلی بهم چسبید، ولی معمولا توی معرفی فیلم میذارمش واسه اون مرحله‌های آخر، چون هر کی نمیتونه از داگویل دیگه. بعد اون هی فیلم دیدیم، سریال دیدیم، فیلم دیدیم، سریال دیدیم. کلا هم یکم تو مایه‌های علمی تخیلی طور دوست داشتم، لوپر و اینسپشن و میان ستارگی و این حرفا، تا اینکه یه مینی سریالی دیدم که انگار اون هیجانات منو کاهش داد و از اونجا به بعد دیگه توی فیلم و سریال ها دنبال روح شخصیت ها میگشتم، دنبال اینکه اون شخصیت چه عذابهایی دیده، کلا تو ذهنش تو قلبش چی میگذره و این حرفا. اون سریال چی بود؟ پاتریک ملروز. بعد از پاتریک ملروز دیگه یکم فیلم‌های آروم نگاه می‌کردم، مثلا فلیبگ، بیگ لیتل لایز، مایند هانتر و اینجور چیزا. و انصافا از یه جایی به بعد انگار دیگه فیلم ها اون لذتی که باید رو بهم نمیدن. توی چند سال گذشته نشده یه فیلمی نگاه کنم و به اون حس واو برسم. بعد از ناکشونال علی ما تقریبا هیچ فیلمی اون حس رو نداده به من. دنیای انیمه رو هم به دلیل اصرارهای سعید شاکری و ادریس چند سال پیش با یور نیم شروع کردم و واقعا لذت بردم و خوشم اومد. دیگه یه چند تا سینمایی و مینی سریال و اینا دیدیم تا اینکه رسیدیم به شینجی کوکی و واقعا نمره یک سریال های انیمه‌ای من شد. خیلی ازش خوشم اومد و خیلی دوستش دارم. مثلا ناروتو رو هم دوست دارم ولی نگاهم به شینجی یه جوره دیگه. تو همه این سالها فیلم و سریال های ایرانی رو هم همیشه دنبال کردم و کلا پیگیر سینمای ایران هم بودم تقریبا، چون که مثلا میخواستم یکم نگاه کاملتر و بازتری داشته باشم و این حرفا، که ببینم مثلا سینما ایران پیشرفت کرده پسرفت کرده چطور شده، که معمولا هم با شکست مواجه میشم و پسرفت میبینم. سینمای فلاکت و بدبختی پدرمو در آورده و کلا توی فیلم و سریال های ایرانی توی حتی بهترین هاش هم همیشه یه چیزی کمه. از فاجعه هاش که نگم که مثلا گناه فرشته و زخم کاریو و اینا که اصلا بماند، اما مثلا بهترین سریال هایی که اخیراً دیدم آکتور و شبکه مخفی زنان هم یه چیزی کمه اون وسط. من الان بخوام به یه نفر بگم مثلا آکتور نگاه کن، مجبورم بهش بگم که آقا قصهش یکم لاغره، یکم ضعیفه. بعد خب وقتی قصه لاغر شد خب خیلی ها رو پس میزنه. منم مثلا به اون بازیگریش نگاه میکنم، به اون کارگردانیش نگاه میکنم که خوشم میاد، ولی از لحاظ قصه کم داره انصافا. دنیای انیمیشن رو هم مثل همه همنسل‌های خودم با داستان اسباب بازی ها، نمو، شرک و این چیزا شروع کردم و توی همه این سالها هم دنبال کردم و نگاه کردم و لذت بردم. و مثلا بخوام از بهترین هاش مثال بزنم، اینساید آوت، آب، والپی، اینا رو مثلا خیلی دوست داشتم. حالا دیگه الان حضور ذهن ندارم بخوام چیزای دیگر رو بگم. پس فهمیدیم که من توی سریال ها لاست و توی سینمایی ها ممنتو رو خیلی دوست دارم. داگویل، پرستیژ، اره، فیلم و سریال زیاده بخوام اسم ببرم. بوجاک هورسمن رو یادم رفت بگم، فلیبگ، لفت اوورز، خیلی چیزای مختلف. توی انیمه ها یور نیم و شینجیکی نو کیوجین رو از همه بیشتر دوست دارم و شاید براتون جالب به نظر برسه که من علاقه خاصی به سینمای هند و شخص شاهرخ خان دارم که اصلا عشق اول زندگی منه. ماگ چاپ شدهش رو هم دارم و خیلی هم دوستش دارم. خلاصه که از اینجا بعد هفته 4-5 تا فیلم و سریال بهتون معرفی میکنم با توضیحاتش که برید بشینید ببینید و لذت ببرید و حتما اسپویلر آلرت براش میذارم واسه اون عزیزانی که شاید فیلمو قبلا دیدن و میخوان نظر من رو راجع بهش بدونن و بشینیم توی کامنت ها با هم تبادل نظر کنیم. سعی میکنم فیلم و سریال های روز رو هم اگر دیدم نظرم رو راجع بهشون بدم و بهتون بگم که اصلا ارزش دیدن دارن یا ندارن. امیدوارم که بتونم نظرات درستی بدم و راهنماییتون کنم به سمت فیلم های خوب. نشه برید بشینید ببینید و بگید که محمد صفی چرت گفت. امیدوارم. خیلی ممنون که تماشا کردید. خدا نگهدار. محمد صفی